سلام علیکم. امروز یه اسپیکر خفن آقا از برند هارمن کاردن رسیده و میخوایم بررسیش بکنیم. این شما و این اسپیکر، البته یکم کوچیکه این کنسل. اسپیکری که میخوام راجعش حرف بزنم آورا استودیو 3 هارمن کاردنه. بله این شما با آورا استودیو 3. بچه‌ها یه کپسول سیاه جذاب که به نظرم نورپردازی و طراحی خیلی خفنی هم داره و قیمتش هم تو رنج میان رده محسوب میشه، حدود 9-10 تومن اینا الان. اما تا آخر این ویدیو متوجه میشیم که کیفیت صداش چطوره و آیا اصلا ایشون ارزش خرید داره یا نه. من بهزادم، اینجا زومیته، جایی که سالهاست پاتوق عاشقای تکنولوژیه. کانال ما رو حتما سابسکرایب داشته باشید. بچه‌ها اگه هوس خرید این اسپیکر زد به سرتون، البته این بزرگه، باید بدونید که شرکت مدیا سامان پویا وارد کننده رسمی این اسپیکر هست و میتونید با گارانتی گلدیران بخریدش. 18 ماه هم هست. اینم اینجا من کارت گارانتیش رو دارم که با هم بازش می‌کنیم ببینیم که چه جوریه. من کلا بچه‌ها پیشنهاد می‌کنم که محصول با گارانتی بخرید که دیگه خیالتون راحت‌تر باشه. بسته‌شو باز بکنیم ببینیم که در واقع توی بسته‌اش ما چه چیزهایی رو داریم. ایناست دیگه. اینم یه چک بکنم. خب اینجا دیگه هیچی نداره، اینو بذارم کنار. اینجا یه دونه کاتالوگ برای ما فرستاده که در واقع ضمانتنامه این محصولیه که ما خریدیم که در واقع محصولات JBL رو هم گارانتی میکنه گلدیران. همونطور که میبینید اینجا هست، این ضمانتنامه‌شه. اینم که 18 ماه گارانتی مدیا سامان رو داریم که یک حالت برچسب ماننده که معمولا روی محصولشون میزنن. خلاصه که این محصول رو حتما با گارانتیش بخرید. فکر نکنم برند هارمن کاردن نیازی به معرفی و تعریف و تمجید داشته باشه. تو توصیفش همین بس که شرکت مادر برند JBL و سیستم صوتی خیلی از ماشین‌های لاکچری دنیا مثل فراری، مرسدس بنز، لامبورگینی رو همین شرکت زده. اما اسپیکری که ایشون باشه سال 2020 عرضه شده و با طراحی جالبش میتونه صدا رو بچه‌ها به صورت 360 درجه تو همه جهات پخش بکنه. تو نگاه اول طراحی اسپیکر به نظرم خیلی جلب توجه میکنه و میتونه حتی یه وسیله دکوری هم محسوب بشه. البته اگه بتونین این کابل برقش رو یه جوری مخفی بکنیم. ما اینجا پشت اسپیکر گذاشتیم الان و به نظرم این کابل شاید یه کمی دکوره رو به هم بریزه، وگرنه خودش که همچی خوشگل مشکله به نظرم جذابه. توی گنبدم یه برآمدگی همچین موجی شکل ما می‌بینیم که همون نورپردازی اسپیکره که رنگش به آبی هم میزنه و مثل جریان آب با آهنگ حرکت میکنه تا بهتون یه حس آرامشی رو منتقل بکنه. این دوتا استریپ پایینی هم بچه‌ها در واقع حجم صدا رو بهتون نشون میده. وقتی صدا رو کم و زیاد میکنید این نوره تغییر میکنه. الان اصلا تستش هم بکنیم، یه موزیک بذارم. الان مثلا صدا رو من کم کم زیاد میکنم و اینجوری تغییر میکنه. همش هم میکنیم که فقط خواستم این تغییره رو همینجا ببینید. زیر گنبدم ما یه نوار همچین پلاستیکی داریم که دکمه‌های لمسی روش قرار گرفتن. تعداد دکمه‌ها خیلی محدوده، خیلی هم از هم فاصله دارن واقعیت. حالا هارمن واسه هر کدوم از این دکمه هم یه شکل متفاوت در نظر گرفته. مثلا اینجا دکمه پاور که نزدیک منه به صورت تو رفته طراحی شده، اما دکمه بلوتوث یکم زده بیرون. دکمه خاموش روشن کردن نورپردازی هم هیچ برجستگی نداره و فقط از روی آیکونش میشه تشخیصش داد. نمیدونم هدف از این طراحی متنوع چی بوده، ولی من ترجیح میدادم که هم شکل دکمه‌ها یه دست بود، هم تعدادشون بیشتر بود، همین که اینقدر با هم فاصله نداشتن، چون واقعا فاصلهشون زیاده. اگه هم دکمه‌ها با فاصله کم کنار هم بودن راحت‌تر میشد اصلا پیداشون کرد. جای دکمه پاز و پلی یا انتخاب آهنگ بعدی و قبلی به نظرم خالیه، کاش اینا رو قرار میداد. این بخش پایینی اسپیکرم یه طراحی پارچه مانندی داره. پشت پارچه هم درایورها دور تا دور اسپیکر رو گرفتن که اگه توی یه زاویه خاصی اسپیکر رو نگه دارین میتونید در واقع اون پوشش توری روی درایورها رو هم ببینید. این پشت هم ما چیا رو داریم؟ یه دونه در واقع پورت پاور و یه دونه پورت AUX واسه اینکه بتونید دستگاه کابلی رو بهش وصل بکنید. اما از پورت USB متاسفانه خبری نیست. البته این اسپیکر بلوتوثیه و از بلوتوث 4.2 پشتیبانی میکنه. گول این که نسخش قدیمیه رو نخوریم. ما با آیفون که بهش وصل شدیم مثلا همین الان تقریبا هیچ تأخیری رو متوجه نشدیم. کلا توان خروجی آورا استودیو 130 واته که 100 واتش مربوط به سابووفر بزرگشه که اینجا زیر اسپیکر گذاشته شده. دو تا درایور 15 واتی هم داره که واسه تولید صدا تو بازه میانی و بالاییه. اول از همه بچه‌ها خیالتون از بابت حجم صدا راحت کنم، چون میدونم برای خرید اسپیکر خب فاکتور خیلی مهمیه.
اسپیکر آورا استودیو حجم صدای خیلی زیادی داره و واسه یه اتاق متوسط کاملا جوابه. به قیافش نمیاد ولی مطمئنم از حجم صداش غافلگیر میشین. راجع به پروفایل صداش هم باید بگم که تقریبا خنثیست و میشه باهاش به کلی ژانر مختلف موسیقی گوش داد و لذت برد. از پاپ و رپ و پانک گرفته تا متال و ارکسترال و الکترونیک. اصلا به نظرم یه آهنگ بذارم یه راجعش صحبت بکنیم. آهنگی که الان پلی میکنم بچه‌ها توی بازه میانی میتونه اطلاعات خوبی بهمون بده. صدا رو میارم حد اکثر. ببینید توی تستایی که مرجان از این اسپیکر گرفت متوجه شد که نقطه قوتش تو بازه میانیه، یعنی جایی که صدای خواننده و اکثر سازهای اصلی شنیده میشه. صدای خواننده بچه‌ها واقعا تمیز و رسا و پر احساس پخش میشه. توی آهنگ تستم که صدای گیتار اوج میگیره و جزو آهنگای چالشی ما واسه تست میدرنج، این اسپیکر خیلی خوب از پسش بر اومد. کلا اگه بخواید با آورا استودیو آهنگای پاپ و رپ و راک گوش بدین کلی حال میکنه. اینجوری بگم. این اصلا من پاز بکنم. اینم بهتون بگم بچه‌ها دقت اسپیکر تو بیرون کشیدن جزئیات صدا عالیه. مثلا صدای همخونی حضار یا کلا هر صدایی که تو بک‌گراند هست با این اسپیکر خیلی خوب شنیده میشه. ساند استیج آورا استودیو هم به خاطر طراحی 360 درجهش واقعا عالیه و احساس می‌کنید صدا داره از همه طرف میاد. اگه تو مهمونی ازش استفاده کنید، هر کی هر جایی نشسته باشه، جنس صدایی که میشنوه با بقیه فرقی نمیکنه و اینجوری عدالت هم رعایت میشه. وقتی هم باهاش آهنگای لایو گوش بدین، قشنگ این حس منتقل میشه که وسط سالن کنسرت نشستین. خیلی باحاله. الان بریم سراغ آهنگ بعدی بچه‌ها. آهنگی که میخوام بذارم بیس داره، بوم بوم کنه، ببینیم که چیکار میخواد بکنه، حال کنیم. صدا رو کم کم زیاد میکنم. توی تولید بیس باید بگم که اوضاع خوبه. این اسپیکر میتونه بیس پایینی رو تو آهنگای خلوت خوب پوشش بده، اما اگه آهنگ شلوغ باشه به زحمت میفته. مید بیس و بیس بالایی هم خوبن اما اون کوبندگی لازم رو ندارن و اونجوری که از یه سابوفر 100 واتی انتظار داریم راضیمون نمیکنه. اما خب از اون سمت هم باید بگم که چون سابوفر زیر اسپیکر کار گذاشته شده، وقتی حجم صدا زیاد میشه شروع میکنه به لرزیدن. حالا اگه رو میزی باشید که مثلا وسایل دیگه هم غیر از اسپیکر باشه، در واقع شروع میکنن به لرزیدن و اون نویزی که ایجاد میکنه، میدونید تجربه گوش دادن به موسیقی رو یکم ممکنه اذیت بکنه، خراب بکنه اونجوری. برای همین باید اسپیکر رو روی جایی بذارید که مثلا روی میزی بذارید، روی سطح صافی بذارید که وسیله دیگه‌ای نباشه، وسیله مزاحمی نباشه نویز درست بکنه. حالا تو آهنگ بعدی که الان میخوام براتون بذارم بچه‌ها یه نکته‌ای وجود داره، بهش گوش بدید. میشنوید پوشش بازه بالایی و تربل با تاکید زیادی پخش میشه و صداها تو این بازه یکم جیغ مانند به گوش میرسن. مخصوصا اگه بخواید با آخرین سطح صدا آهنگ گوش بکنید ممکنه یه جوری مثلا گوشتون یکم اذیت بکنه. الان وقتی یه آهنگ شلوغی همچین یه گیتار داشته باشه آدم حال بکنه. اینو گوش بکنیم با هم دیگه. نکته اینه بچه‌ها تو حجم صدای بالا صدا دیستورت نمیشه، از پس آهنگای شلوغ هم خیلی خوب برمیاد. مثلا آهنگای متالی که توش کلی صدای سازهای مختلف هست و خواننده هم حالا اون وسط مثلا هم یه قرشی هم میکنه دور هم، یا آهنگایی که حالا میکس خوبی ندارن مثل یه سری از این آهنگای پانک 10-20 سال پیش. آورا استودیو تو این زمینه واقعا خوب ظاهر میشه چون درایورهای اسپیکر 360 درجه طراحی شده، همونطور که بهتون گفتم، باعث شده که ساند استیجش فوق العاده باشه. اما خب از اون برم خبری از پخش استریو نیست و اگه آهنگی دارین که کل قشنگیش به اینه که یه بخشی از صدا از کانال چپ پخش میشه، یه بخشی از کانال راست، با این اسپیکر
خیلی حال نمیده بهش گوش بدیم. خیلی خوب، ما که حال کردیم با این 4 تا موزیک. اینجوری بگم کلا کیفیت صدای آرو استودیو 3 خیلی نظر ما رو جلب کرد و تو اکثر آهنگایی که باهاش تست کردیم واقعا خوب ظاهر شد. از نظر ظاهری هم که خیلی متفاوت و خاصه و مطمئنا نظر خیلی‌ها رو میتونه به خودش جلب بکنه. اما اینا کل قضیه نیست و قبل از اینکه بخواید تصمیم بگیرین که این اسپیکر رو بخرین، به نظرم باید یه سری نکات دربارش بدونین. اول اینکه این اسپیکر باتری نداره و همیشه باید به برق وصل باشه. واسه همین فقط میتونید تو خونه ازش استفاده بکنید. این یه نکته. البته یه خوبی که داره اینه که پاور تو خود اسپیکر گذاشته شده، واسه همین شما فقط کافیه که یه کابل برق رو به پشت اسپیکر وصل بکنید و دیگه تمام کار. دیگه اینکه این اسپیکر ضد آب و گرد و خاک هم نیست و باید خیلی حواستون باشه که به این بخش پارچه‌ایش آسیب وارد نشه دیگه، چون درایورها پشتشن. واسه همین شاید بهتر باشه که این اسپیکر رو تا جایی ممکن از جایی مثل آشپزخونه دور نگه دارید، چون ممکنه به حال آب بپاشه و از این جور موارد. راستش اسپیکر هارمن کاردن به شدت مینیماله که خب حالا بسته به اینکه چه انتظاراتی از اسپیکر داری میتونه خوب باشه یا نمیدونم شاید بد باشه. اگه دنبال قابلیت‌های زیادی تو اسپیکر هستین، آرو استودیو اصلاً به کار شما نمیاد. چون نه اپلیکیشن داره، نه نمیدونم میکروفون و دستیار صوتی داره، نه تنظیمات اکولایزر داره، نه باتری و نه وای فای. ولی خب واسه کسایی که صرفا میخوان اسپیکر رو بزنن به برق و بدون هیچ دنگ و فنگی آهنگ و با یه کیفیت خیلی خوب گوش بدن، به نظرم آرو استودیو میتونه براشون ایدئال باشه. تازه نورپردازی اسپیکرم تو محیط تاریک واقعا قشنگه و حس آرامش به آدم منتقل میکنه. دیگه ما کارمون تمام با آرو استودیو 3. امیدوارم که ویدیوی مفیدی بوده باشه براتون. اگه قصد خریدشو داشتید، اگرم جای سوالی براتون باقی موند، لطفاً داخل بخش کامنت ها بنویسید. یادتون نره که اگه این ویدیو رو لایک بکنید کلی به ما انرژی دارید. پس مراقب خودتون باشید و خدافظ.